فرض کنید یه سری موجودات زنده وجود دارن که میتونن کدای ژنتیکیشون رو مثل فایل‌های کامپیوتری با هم رد و بدل کنن. موجوداتی که میتونن بکفالان در یک چشم به هم زدن تکامل پیدا کنن. خب این دنیای واقعی و شگفت‌انگیز ژنتیک میکروبیه. تو این بررسی می‌خوایم با هم یه سفر هیجان انگیز داشته باشیم. از اولین سرنخ‌هایی که در مورد دی پیدا شد تا توانایی امروزمون برای بازنویسی کردن کد خود حیات. بزن بریم. خب نقشه راهمون چیه؟ 5 تا ایستگاه اصلی داریم. اول میریم سراغ کشف دی یعنی همون طرح اولیه حیات. بعد میبینیم باکتریا چطور این طرح رو خیلی کارآمد سازماندهی میکنن. تو بخش سوم با ابرشاهره‌های انتقال اطلاعات ژنتیکی تو دنیای میکروبی آشنا میشیم. بعدش یه نگاهی به نقش جهش‌ها به عنوان موتور اصلی تنوع میندازیم و آخر سر هم میبینیم که فهمیدن همه این فرایندها چطور به ما قدرت مهندسی ژنتیک رو داده. بخش اول ما رو میبره به دل یه معمای خیلی بزرگ. اصلا چی باعث میشه که صفات از یه نسل به نسل دیگه منتقل بشن؟ اوایل قرن 20 هیچ کس جواب این سوال رو نمیدونست. بیایید ببینیم چطور یه آزمایش عجیب و غریب با چند تا موش راه رو برای کشف ساختار فوق‌العاده زیبای دی باز کرد. داستان ما با یه آزمایش خیلی هوشمندانه شروع میشه که فردریک گریفیت تو دهه 1930 انجام داد. اون داشت روی 2 نوع باکتری استرپتوکوکوس پنومونی کار میکرد. یه مدلش کپسول داشت و کشنده بود، اون یکی مدل کپسول نداشت و بی خطر بود. خب تا اینجا همه چیز عادیه. حتی وقتی باکتری کشنده رو با حرارت میکشت و به موش تزریق میکرد، هیچ اتفاقی نمیافتاد. اما قسمت شگفت انگیزش اینجا بود. وقتی باکتری‌های مرده کشنده رو با باکتری‌های زنده بی خطر مخلوط کرد، نتیجه مرگبار بود. یه اصل تغییر دهنده نامرئی از باکتری‌های مرده به زنده ها منتقل شده بود و اونا رو تبدیل به قاتل کرده بود. بعد تا معلوم شد اون اصل چیزی نبود جز دی این اولین بار بود که نقش دی به عنوان ماده وراثتی آشکار شد. برای اینکه ژنتیک رو خوب بفهمیم باید با این 2 تا مفهوم کلیدی آشنا بشیم. ژنوتیپ در واقع کد نرم افزاری یا همون دستورالعمل‌های نوشته شده توی دی هست. فنوتیپ میشه خروجی اون برنامه، یعنی هر ویژگی قابل مشاهده‌ای که می‌بینیم، از رنگ یک کالونی باکتری گرفته تا مقاومتش به یه آنتیبیوتیک. نکته مهم اینه که هر تغییری توی ژنوتیپ میتونه باعث تغییر توی فنوتیپ بشه. این رابطه اساس همه تکامل و مهندسی ژنتیکه. و اینم از خود مولکول شگفت‌انگیز حیات. ساختار مارپیچ دوگانه دی که واتسون و کرک کشفش کردن یه شاهکار طراحی تو طبیعته. 2 تا رشته مثل یه نردبون پیچ خورده دور هم تابیدن. ستونای این نردبون از قند و فسفات ساخته شده و پله‌هاش از جفت بازای مکمل. قانونش خیلی ساده است. A همیشه با T جفت میشه و G همیشه با C. همین قانون ساده کلید تکثیر دقیق دی هست. و از همه جالبترین که کل دستورالعمل ساختن یه موجود زنده فقط توی ترتیب همین 4 تا حرف نوشته شده. خب، حالا که با آجهای اصلی سازنده حیات آشنا شدیم، بیایید ببینیم باکتری‌ها این کتابخونه ژنتیکیشون رو چجوری سر و سامون میدن. بهتون قول میدم از کارایی و سرعت انطباقشون با محیط شگفت زده میشید. تفاوت اصلی رو میشه توی یک کلمه خلاصه کرد: کارایی. ژنوم باکتری‌ها مثل یک کد کامپیوتریه که تا خرخره بهینه‌سازی شده. یعنی چی؟ یعنی بیش از 98% مستقیما دستورالعمل‌های مفیده، یعنی ژن‌ها. تقریباً هیچ فضای اضافی و به درد نخوری وجود نداره. اما ژنوم ما یوکاریوتا بیشتر شبیه یک کتاب خیلی قطوره که کلی بخش‌های تکراری و بی‌معنی به اسم اینترون داره که قبل از استفاده باید حذف بشن. همین بهینه‌سازی یکی از دلایل سرعت تکثیر فوق‌العاده باکتری هاست. البته این کارایی به این معنی نیست که همه باکتریا شبیه هم هستن. اصلاً این جدول یه چیز خیلی جالب رو به ما نشون میده. تنوع. ببینید مایکوپلاسما ژنیتالیوم با یه ژنوم فسقلی یه جورایی زندگی مینیمالیستی و وابسته داره. در مقابل باسیلوس آنتراسیس که عامل سیاه‌زخمه با ژنومی که تقریباً 10 برابر بزرگتره، کلی توانایی‌های پیچیده مثل ساختن سم یا تشکیل اسپور رو داره. پس میشه گفت اندازه ژنوم مستقیما با پیچیدگی سبک زندگی باکتری در ارتباطه. ژنوم باکتری یک کتاب خشک و ثابت نیست. نه، بیشتر شبیه یه سند زنده و قابل ویرایشه.
این پویایی به لطف عناصر ژنتیکی متحرک ممکنه. پلاسمیدها رو مثل فلش مموری‌های ژنتیکی در نظر بگیرید که میتونن بین باکتری‌ها دست به دست بشن و ژن‌های خاصی مثل مقاومت به آنتیبیوتیک رو منتقل کنن. ترانسپوزون‌ها یا ژن‌های جهنده مثل دستور کات و پیست عمل می‌کنن و میتونن جای خودشون رو تو ژنوم عوض کنن و جزایر بیماریزایی مثل یه پکیج نرم افزاری مخربن که وقتی روی یه باکتری بی خطر نصب میشن اون رو به یه عامل بیماریزای خطرناک تبدیل می‌کنن. و این پویایی ما رو میرسونه به یکی از خفن‌ترین و عجیب‌ترین ایده‌ها توی ژنتیک میکروبی، انتقال افقی ژن. ببینید، ما ژن‌هامون رو فقط به صورت عمودی، یعنی از والدین به فرزند منتقل می‌کنیم، ولی باکتری‌ها یه شبکه اجتماعی ژنتیکی دارن. اونا میتونن ژن‌ها رو مستقیماً به همسایه‌هاشون بدن، حتی اگه اون همسایه از یه گونه کاملاً متفاوت باشه. این یه ابر شاهرای اطلاعاتیه که باعث تکامل سریعشون میشه. اولین روش همیوغی یا کانجوگیشنه. ساده ترین راه برای فهمیدنش اینه که بهش به چشم یه اتصال مستقیم و انتقال فایل بین دو تا کامپیوتر نگاه کنیم. یه باکتری دهنده با استفاده از یه پل پروتئینی به اسم پیلوس به یه باکتری گیرنده وصل میشه. بعد یه کپی از پلاسمیدش رو همون فرش مموری ژنتیکی از طریق این پل براش میفرسته. آخرش هم باکتری گیرنده صاحب اون پلاسمید و تمام ویژگی‌های جدیدش میشه. این عکس فوق‌العاده است. ببینید، این دقیقاً همون لحظه است. این پل ظریف بین دوتا باکتری همون پیلوسه. از طریق همین کانال کوچیک، اطلاعات حیاتی مثل ژن‌های مقاومت به آنتیبیوتیک میتونه با سرعت وحشتناکی توی یه جمعیت باکتریایی پخش بشه و یه چالش خیلی جدی برای پزشکی امروز ایجاد کنه. مکانیزم دوم اسمش هست تراسانی یا ترانسداکشن و اینجا ویروس ها نقش پک ژنتیکی رو بازی میکنن. یه نوع ویروس به اسم باکتریوفاژ که کارش فقط حمله به باکتری هاست، وقتی داره توی یه باکتری تکثیر میشه ممکنه اشتباهاً به جای دی ان ای خودش یه تیکه از دی ان ای باکتری میزبان رو بسته‌بندی کنه. بعد وقتی این فاژ ناقص به باکتری بعدی حمله میکنه، در واقع ژن‌های باکتری قبلی رو به میزبان جدید تزریق میکنه. جالبه بدونید این دقیقاً همون راهیه که باکتری وبریو کلراب ژن تولید سم وبا رو به دست میاره. و راه سوم تراختی یا ترانسفورمیشنه. بعضی باکتری‌ها یه توانایی جالب دارن. میتونن تیکه های دی ان ای رو که همینجوری تو محیط اطرافشون پخش و پلا هستن، مثلا از باکتری های مرده آزاد شدن، مستقیما بردارن و مال خودشون کنن. این یه جور بازیافت ژنتیکیه و یه مسیر فوق‌العاده مهم برای پخش شدن سریع ژن‌های مقاومت به آنتیبیوتیک، مخصوصاً تو محیط‌های بیمارستانیه. خب این جدول خیلی قشنگه. این سه تا استراتژی مختلف انتقال ژن رو کنار هم میذاره و خلاصه‌شون میکنه. همیوغی نیاز به تماس مستقیم سلولی داره، مثل معامله رو در رو. ولی ترارسانی و تراخیختی روش‌های از راه دور هستن که از ویروس‌ها یا دی ان ای آزاد تو محیط استفاده میکنن. وجود همین سه تا مسیر متفاوت به باکتری‌های انعطاف‌پذیری فوق‌العاده برای تبادل اطلاعات و تکامل سریع میده. ولی اصلاً منشأ اصلی این همه تنوع ژنتیکی از کجا میاد؟ اگه این انتقال‌های ژنی مثل به اشتراک گذاشتن فایل باشن، خود این فایل‌های جدید از کجا میان؟ جواب یک کلمه است: جهش. جهش‌ها یعنی تغییرات تصادفی توی کد دی ان ای، ماده خام اصلی برای فرایند تکامل هستن. جهش‌ها رو مثل غلط‌های تایپی توی کتاب زندگی در نظر بگیرید. یه جایگزینی باز مثل اینه که یه حرف با یه حرف دیگه عوض بشه. حذف یا اضافه شدن مثل اینه که یه حرف کلاً پاک شه یا اضافه بشه، که این میتونه کل معنی جمله رو به هم بریزه، چون چارچوب خوندن کد رو شیفت میده. و بازآرایی هم مثل اینه که کل پاراگراف‌ها جابجا بشن. این اشتباهات تصادفی با اینکه خیلی نادر هستند، ولی همون ماده خامی هستند که تکامل باهاش کار میکنه. و حالا تو بخش آخر از جایگاه مشاهده‌گر صرف میریم به جایگاه بازیگر فعال. درک ما از این فرایندهای طبیعی توی دنیای میکروب‌ها راه رو برای یه انقلاب واقعی به اسم مهندسی ژنتیک باز کرده. نقطه عطف این انقلاب کشف یه ابزار طبیعی توی خود باکتری‌ها بود، آنزیم‌های محدود کننده. این پروتئین‌ها در واقع بخشی از سیستم ایمنی باکتری هستند
کارشون اینه که دی ویروس‌های مهاجم رو شناسایی و مثل قیچی تیکه تیکه کنن. نکته کلیدی این بود که اونا دی رو تو نقاط خیلی خیلی خاصی برش میدادن. دانشمندا خیلی زود فهمیدن که میتونن این قیچی‌های مولکولی رو از باکتری‌ها قرض بگیرن و ازشون برای بریدن و ویرایش کردن هر نوع دی که دلشون میخواد استفاده کنن. این فرایند که بهش میگن کلونینگ به ما قدرت تکثیر انبوه یه ژن خاص رو میده. ببینید چقدر هوشمندانه است. ما یه ژن رو که میخوایم، مثلا ژن انسولین انسان، با همون قیچی‌های مولکولی برش میدیم. بعد اون رو توی یه پلاسمید میچسبونیم. این پلاسمید مهندسی شده رو وارد باکتری ایشریشیا کلی میکنیم و از اونجایی که این باکتری‌ها هر 20 دقیقه یک بار تکثیر میشن، در عرض چند ساعت به کارخانه‌های میکروبی کوچیکی تبدیل میشن که میلیون‌ها نسخه از ژن و پروتئین مورد نظر ما رو تولید میکنن. کاربردهای این تکنولوژی واقعاً زندگی ما رو زیر و رو کرده. فکرشو بکنین، قبل از این انسولین برای بیمارای دیابتی از لوزالمعده حیوانات استخراج میشد. هم گرون بود، هم میتونست حساسیت ایجاد کنه. امروز انسولین خالص انسانی به صورت انبوه توسط باکتریا تولید میشه. یا واکسن HPV رو در نظر بگیرید. به جای اینکه از خود ویروس ضعیف شده استفاده کنیم، فقط یه پروتئین از سطح ویروس رو توی سلول‌های مخمر تولید می‌کنیم و باهاش یه واکسن کاملاً ایمن و مؤثر می‌سازیم. این تکنولوژی ابزارهای ما رو تو پزشکی و تحقیقات متحول کرده. این نقل قول به نظرم حق مطلب رو به بهترین شکل ادا می‌کنه. مطالعه همین موجودات به ظاهر ساده، یعنی میکروب‌ها، سنگ بنای بعضی از بزرگترین پیشرفت‌های بیوتکنولوژی و پزشکی مدرن بوده. پس ببینید چه مسیر شگفت‌انگیزی رو با هم طی کردیم. از یه آزمایش ساده روی چند تا موش که فقط نشون داد یه اصل تغییر دهنده وجود داره، تا رسیدن به جایی که میتونیم کد خود حیات رو بخونیم، ببریم و از نو بنویسیم. این سفر به ما نشون میده که درک عمیق ساده ترین موجودات طبیعت میتونه قدرتمندترین ابزارها رو در اختیارمون بذاره. و این ما رو با یه سوال خیلی بزرگ و حیاتی تنها میذاره. دنیای میکروبی ساکن نیست. باکتری‌ها دائما دارن تکامل پیدا میکنن و ژن‌های جدیدی مثل مقاومت به آنتیبیوتیک‌ها رو به دست میارن. چالش پیش روی ما اینه: حالا که قوانین بازی رو بلدیم، چطور باید استراتژی هامون رو تو پزشکی و تکنولوژی تغییر بدیم تا تو این مسابقه تکاملی عقب نمونیم؟